معیار سنجش اتومبیل‌های زیبا تنها قیمت بالا یا استفاده از آخرین تکنولوژی بروز در هنگام ساخت نیست، بلکه زیبایی، پرستیژ و کلاسی است که به همراه دارند. اکثر افراد هم بیشتر شیفته این پرستیژ هستند، نه چیزهای دیگر. در هر قسمت از مستند اتومبیل زیبا ما نگاهی می‌کنیم به این زیبارویان تاریخ اتومبیل سازی. در اواخر دهه 50 میلادی، مازراتی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد، یک کوپه اسپورت به نام 3500 GT را به بازار عرضه کرد. این ماشین نه تنها کارخانه ایتالیایی را از تعطیلی نجات داد، بلکه با به چالش کشیدن ماشین‌های اسپورت مشهور زمان خود نظیر فراری 250 GT، نظر ثروتمندان و کلکسیونرهای جهان را به مازراتی جلب کرد. همین موضوع باعث شد تا در سال 1958 محمد رضا پهلوی شاه ایران بعد از رانندگی با 3500 GT از کارخانه مازراتی بخواهد تا موتور 8 سیلندر مدل مسابقه‌ای 450 اس خود را برای او روی شاسی آن سوار کنند. مازراتی برای این کار ناگزیر شد طراحی ماشین را کاملا تغییر دهد و در نتیجه خودروی جدیدی ساخته شد که کارخانه آن را 5000 GT نامید. اتاق مازراتی 5000 GT با همکاری کارخانه کاروسریا تورینگ ساخته شد و در نوامبر سال 1959 با نام شادی پرسیا یا شاه پارس در نمایشگاه خودرو تورین رونمایی شد. کاروسریا تورینگ کارگاه کوچکی بود که در سال 1926 توسط فلیچ بیانکی آندرلوی، یکی از طراحان مشهور خودرو در میلان تأسیس شده بود و زمان زیادی طول نکشید که این کارخانه با طراحی مازراتی شاه پارس به شهرت جهانی برسد. از خودروی لوکس شاه پارس تنها 3 دستگاه ساخته شد که بجز شاه ایران، کریم آقاخان امام شیعیان اسماعیلی و جیانی انیلی مدیر وقت فیات از جمله خریداران مشهور این خودرو بودند. اما مازراتی سال بعد 5000 GT را با تغییراتی در نمایشگاه ژنو نمایش داد و سفارش‌های بیشتری دریافت کرد. در نهایت 34 دستگاه از این اتومبیل با همکاری خودروسازان ایتالیایی نظیر گیا، پینینفارینا و برتونه ساخته شد. 5000 GT همچنان یکی از با ارزش‌ترین ماشین‌های کلکسیونی جهان است. در سال 2019 یک دستگاه از این اتومبیل که بیش از 50 سال در انبار مانده بود در یک حراجی به قیمت $533,000 فروخته شد. کاروسریا تورینگ که طراح بدنه شاه پارس بود در سال 2018 به مناسبت 60 سالگی این اتومبیل زیبا نمونه مدرن از این ماشین را بر اساس مدل مازراتی گراند توریسمو ساخت. برخلاف روند کنونی در طراحی ماشین‌های کوپه که همه ظاهری اسپورت دارند، این بار بر برازندگی و لوکس بودن شادی پرسیا تاکید شده است. داخل ماشین با 2 رنگ چرم پوشانده شده. شرکتی که این چرم را می‌سازد، آنها را با بوی ویژه‌ای دباغی کرده که مخصوص ماشین‌های تورینگ است. یک سری چمدان هم با همین چرم مخصوص صندوق عقب ساخته می‌شود. موتور این اتومبیل زیبای 8 سیلندر 460 اسب بخار قدرت دارد. حد اکثر سرعت شاه پارس 301 کیلومتر در ساعت و شتاب 0 تا 100 آن 4.6 ثانیه است. بر اساس اعلام کمپانی سازنده، تنها 10 دستگاه از شادی پرسیا ساخته می شود و تورینگ هنوز برای چند دستگاه باقی مانده سفارش قبول می کند. همه این اتومبیل زیبا با دست ساخته می شود و ساخت هر کدام از آن 6 ماه به طول می انجامد. تورینگ قیمت این ماشین را اعلام نکرده و می گوید قیمت هر کدام از آن بسته به سفارش مشتری متفاوت خواهد بود. این شرکت همچنین مشخصات خریداران مازراتی شاه پارس را هم اعلام نمی کند. تنها یکی از سخنگویان این شرکت گفته که یک ایرانی ساکن اروپا از مشتریان این ماشین بوده است. در قسمت آینده اتومبیل زیبا با هم نگاهی خواهیم داشت به زندگی یکی دیگر از این زیبارویان جاده‌ها.